سلام. من خودم همیشه کافه بیکری رو خیلی بیشتر از کافه ترجیح میدم. یه فرصتی شد امروز بیایم ریچموند هیل پیش دارای عزیز کافه بیکری گرند ماس. اینجا تابلو شوه. سلام دارای عزیز، خوبی؟ چطوری؟ سال نو مبارک. خودتو معرفی کن. سلام، خیلی خوش اومدین. سال نو شما مبارک باشه. سال نو رو به همه مخاطبین شما هم تبریک میگم. من دارا هستم. تقریبا 2 ساله که در بیکری گرندماس مستقر شدم و با اینجا همکاری دارم، پارتنر این بیزنس هستم. این کافه بیکری یک بیکری تقریبا 24 ساله است. از جون سال 2000 پایه‌گذاری شده توسط یک خانواده لهستانی. برای همین در واقع استایل این بیکری، نونا، شیرینی‌ها و اینا، ما به همین میگیم که یک استایل لهستانی آلمانی. کسایی که از اون خطه میان خب خیلی براشون آشناست. ما اینو اونجا داشتیم. اینو فرمودید که 2 ساله اینجا رو دارید و میچرخونید. چجوری شد؟ چجوری ایدهش به ذهنتون رسید؟ سابقه داشتین خودتون از قبل برای بیکری و قنادی؟ اینو به ما بگید چجوری. من هیچ سابقه این کار نداشتم و خیلی بسیار اتفاقی پیش اومد که ما با این بیزنس آشنا شدیم. به ذهنمون رسید که بالاخره مهاجرت تقریبا همه چیزو در آدم نو میکنه. یا خودت هم باید نو بشی یا یه کاری میکنه که خلاصه همه چی نو بشه. و یه جوری از تمام آنچه که شما علقه ها و علاقه ها و وابستگی ها اینا بود جدا میشی و طبیعتاً باید توی کشور دیگه ای که امروز در مورد کانادا صحبت میکنیم خودتو دوباره پایه‌گذاری بکنی. برای همین به ذهنم رسید که شاید این کار خوبی باشه و یه دوره تقریبا 6 ماهه رو اومدم با این بیزنس آشنا شدم، دیدم که کار قشنگیه و امکان توسعه و گسترش هم داره و شروع کردیم. آره. خیلی عالی. شما من حس میکنم اکثر مشتریاتون غیر ایرانی هستند. درصد میتونید به ما بگید چند درصد ایرانی هستند، چند درصد؟ برآورد کلی که داریم ابتداً که شروع کردیم یه حدود 5 تا 7% مشتریان ایرانی بودن. الان به اصطلاح بیس مشتریامون گسترش پیدا کرده، مخاطبین بیشتری داریم، چون یه مقداری رو آوردیم به تبلیغات در فضای مجازی و اینا. الان تقریبا یه حدود 15% مشتریان ایرانی هستند. یکی از دلایلش هم اینه که بالاخره راحتن وقتی میان میخوان در مورد یه محصولی، در مورد یک شیرینی، کیکی، نونی چیزی سوال کنن، خب راحت میتونن ارتباط برقرار کنن. چون شما ممکنه زبان انگلیسی بلد باشی ولی اینجا میخوای بدونی که این نون مثلا تخم کتان داره یا نه. دقیقاً. تخم کتان تا موقعی که شما نرید زبان تخصصیه یه جوری. آره این مثلا زیره توش داره یا نه، مثلا آفتاب گردن داره یا نه، مثلا این آرد چاودار مثلا چیزی به عنوان رای مثلا. خب رای خب خیلی اینجا معروفه و ما هم حدود 7 تا نون رای داریم، چیزی که توی اروپا خب خیلی رایجه. رای تا شما نرید نگاه کنی که این میشه آرد چاودار واقعا نمیدونی. برای همین خب خیلی راحتن که ارتباط بگیرن. نون خمیر ترش، خب خمیر ترش ساوردو، شما یا اینو میدونی یا باید بری در بیاری که آقا این همون نون ملکی خودمونه مثلا. دقیقاً. برای همینه که راحت میشن وقتی که میشه باش راحت صحبت کرد. خیلی هم عالی. انواع نون‌ها، کیک‌ها، شیرینی‌ها، ایناتون چیا سرو میشه و ساعتتون هم بگید. ما هر روز از ساعت 8 صبح تا 6 و نیم بعد از ظهر کار میکنیم و 7 روز هفته و 29 تا 31 روز ماه، چون ممکن ما 29 روز یا 28 روز فوریه و 365 روز یا 366 روز اگر سال کبیسه باشه کار میکنیم. روز اول سال نیو ایر دی کار میکنیم، ایستر رو کار میکنیم بدون تعطیلی. یعنی
جوری بچه ها هم دیگه رو پوشش میدن که همکارا که تعطیلیشون داشته باشن، استراحتشون بکنن، ولی عملا کار نخوابه. این برای ساعت‌ها و روزا. سعی میکنیم 8 صبح که در رو باز میکنیم حتما یه چیزای آماده باشه، چون نون یه مقدارش کار ماست، یه مقدارش کار باکتریه، یه مقدارش کار دماست، رطوبته. برای همین هر جوری که مدیریت کنی نمیشه مطمئن بشی که همه چیز برای ساعت 7 صبح یا یه رو به 7 که ما میایم برای اینکه بیکو شروع کنیم همه چیز آماده است و به حجم رسیده. برای همین خیلی وقت ما باید یه زمانی بدیم، پروفه رو استارت کنیم، مطمئن بشیم که نونا و شیرینی‌ها به حجم رسیده. ولی جدای از این همیشه سعی میکنیم ساعت 8 صبح این چیزی داشته باشیم، چون مشتری‌ها خیلی هاشون مدرسه میرن، معسلن، دانشگاه میرن، سر کار میرن، میخوان بیان چیزی بگیرن برن. بگیم که آماده نیست ساعت 9 و نیم 10 بیا، این عملا چیزی نیست که اونا دوست دارن بشنون. طیف کلی نون که اینجا نون رو در واقع به عنوان نونای لوف که حالا اسلایس میشه یا برش میخوره میشناسن. بان چیزیست که ما به عنوان مثلا نون ساندویچی تو ایران اسمشو میذاریم یا نونای کوچیک‌تر، پس میشه برد یا نون ساندویچی یا بان و باگت، نون اینجا بهش ما میگیم فرنچ استیک، و انواع دنیشا، انواع کیک ها که من اینا رو حالا جداگونه بعداً معرفی میکنم، و یه حجم زیادی هم کوکی درست میکنیم. کوکی شیرینی‌های به اصطلاح که برش میخوره با این به اصطلاح قالب‌های مختلف، شکل‌های مختلف به مناسبت روش آیسینگ میاد که هم رنگ و روی پیدا کنه، هم که کمی طعم بگیره، که اونا یکیش کری وانیلیه که اینجا بهش میگن شورت برد، و یکی هم که جینجره که خب یه حجم زیادی از زنجبیل داره که طعم و عطر خودشو داره. جدای از اینا قهوه، چای، نوشیدنی سرد، ساندویچ، انواع ساندویچ‌ها و سوپ هم سرو میشه. زمان نهار هم معمولا زمان شلوغیه، چون خیلی ها اینجا هستن، سایت‌های کانستراکشن، کار ساختمانی میکنن، معلم‌ها هستن، بچه‌های مدرسه‌ن، میان برای نهار یه نیم ساعت یه ساعت اینجا میمونن، پلو ما بعد میرن. تایم شلوغتون پس نهاره؟ نهار 11 تا 2:30 معمولا تایم اصلی. صبحونه هم من اینجا بودم دیدم که خیلی ها اومدن صبحونه خوردن. صبحونه چون واقعا طیفش گسترده است که شما برای صبح چی دوست داری بخوری. یه عده میان یه قهوه چای میخورن، یه عده میان میگن نون ساندویچ برای ما کره بزنین، کریم چیز بزنین، پنیر خامه‌ای یا مربا، یا اینکه میان ساندویچ تخم مرغ میخورن یا ساندویچ‌های سرد دیگه. یکی دو نفر هم هستن صبح میان اول صبح ما سوپ به ما بده. یه سوال دیگه، من شنیدم که دارید یه کار جدیدی میکنید با میلاد برای غذاهای در حقیقت خاورمیانه، ساندویچ‌های خاورمیانه. اینو یه توضیح میدید؟ آره، چند وقتیه که با پیوستن میلاد به تیم ما به ذهنم رسید که بیایم روی یه سری از ساندویچ‌ها که تو تخصص و تجربه او هست که درست بکنه کار کنیم، چون نون تازه داغ درجه که داریم، یه سری هم ساندویچ‌های کولد کات مثل بوقلمون، مثل روست بیف و مثل جرمن سالامی و همینطور تخم مرغ و تون ماهی از قبل داشتیم از سالیان سال، و خب این خوب جواب داده و داره کارشو میکنه کنار سوپایی که داریم. به ذهنم رسید یه سری ساندویچ‌های داغ هم درست بکنیم. این کاراش عملا انجام شده، منوهاش هم درست شده، تستاش هم گرفتیم توی 2 هفته گذشته، و امیدوارم که به زودی دیگه خیلی گسترده تر با این سازمان هایی که خلاصه امکان سفارش غذا در فضای مجازی رو به افراد میدن، با اون بتونیم وارد مارکت بشیم و یه کار خوبی شروع کنیم. یعنی مثل این پلتفرم‌های مثل دوردش و اوبر مثل پلتفرم‌های مثل دوردش و اوبر ایت که اینا مثلا طیفش وسیعه دیگه، یعنی غذاهایی که برای اون فکر کردیم انواع اقسام
هاتداگا هستش، انواع اقسام کتلت و کوکو و اینا هست که یه مقداری بتونه اون جای خالی یه ساندویچ داغو که ما تا الان نداشتیم پر بکنه دیگه. کیک چی؟ کیک دارید توی منوتون؟ ما یک تعداد کیک داریم که طعمای متنوعی داره، بهش میگیم پاوند کیک. پاوند کیک تو ایران میگیم کیک صبحانه، اینجا برای این میگیم پاوند کیک چون وزنش 1 پونده، حدود 450 گرم. اونا با طعم در واقع لیمویی که بیس همه کیکامون هست میشه پلین یا همون لیمون میگیم، بعد تمشک، کرنبری، گردو و کشمش، اینا روی به اصطلاح سفیداست و بعد شکلات و شکلات گردوه که تقریبا 3 ماه 4 ماه آوردیم، گردو کشمش هم 3-4 ماه آوردیم و خیلی استقبال شده. 2 تا هم کیک داریم که اینا پاوند دیگه نیست، بهش میگیم کرامبل کیک یا کیک های گرده، اینا وزنش تقریبا 2 برابر اونه که میشه بلوبری و سابر چری، یعنی بلوبری و آلبالو. این 2 تا هم هست. عرضم به حضور شما که 2 تا کیک داریم، ما بهش میگیم کافی کیک، کیکایی که به اصطلاح در هم پیچیده شده است. تو فیلم هم اگر هم گرفته باشین نشون میدیم، یکیش که پاپیسیل خشخاش، یکیش هم هیزلناتی که فندقه. بزرگترین شیرینی هم که داریم یه کیکیه که تقریبا 1 کیلو وزنشه و بهش میگن اپل اشترودل که اینجا میگن استایل وینا استایل میگن. یه حجم زیادی سیبه، یه حجم زیادی از بادام، کشمش و دارچین. بسیار عالی. از سختی های کارتون بگید، چون سخته، میدونم واقعا کار سختیه، همین 24/7 باز بودنش. بله واقعا سخته. کار بیکری یه کار مستمر و سنگین و فیزیکی پیوسته است. یعنی دوستانی هستن که اظهار علاقه میکنن که ما مثلا علاقه داریم مثلا کار کافی شاپ بکنیم. درسته. بله. من بهشون میگم که این خیلی خوبه که آدم بره یه کافی شاپی بشینه براش قهوه بیارن با شیرینی بخوره اینا، ولی کار کافی شاپ پشت دخل. بله، کار کافی شاپ با در واقع اینکه بریم یه کافی شاپی بشینیم و یه کاری کنیم، مثل رستوران هم همینطوره. ما یه حجم زیادی از پروداکشن داریم، تولید، یعنی همه آنچه که در مورد صحبت شد اینا مثل در واقع در قالب کیسه آرد 20 کیلویی وارد میشه، از اونجا شروع میشه کیسه شکر، کیسه نمک، کیسه انواع اقسام، چون آردای مختلفه، یکیش آرد سفیده، هولویت، آرد چاودار، رای، بعد دیگه انواع اقسام دانه ها که وارد میشه مثل زنجبیل، مثل تخم کتان، مثل آفتابگردان، اینا مواد اولیه است. این وقتی بخواد تبدیل بشه به نونی که شما اسلایس شده شو میخواین توست کنید و میل بکنید، این پروسه رو ما بهش میگیم پروداکشن، که تبدیل از آرد ما میرسیم به خمیر. و مرحله بعدی که میشه در واقع پروف شدن نیست که اینا به حجم و به سایز برسه در معرض دما و رطوبت، و مرحله آخر هم میشه بیک که پخته. یه کار بسیار سنگینی. از مواد اولیه گفتیم، مواد اولیه‌تون رو چجوری تهیه میکنید؟ چجوری نمیدونم نگهداریشون میکنید؟ من چون هیچ دانشی ندارم میپرسم، بهمون بگید. کسایی که بخوان تو این صنعت کار بکنن یا اصلا تو صنعت غذا کار بکنن، یک گواهی نامه، یک دیپلمی رو باید بگیرن که یک در واقع بدنه به اصطلاح ممیزی هست که اینجا این کار انجام میده و آموزش میده و از شما امتحان میگیره که عنوان این هست فود هندلر سرتیفیکیت، یعنی کسانی که در واقع کارشون
هندل کردن یا در واقع مدیریت هم حالا شاید یه کمی نه لزوما مدیریت، در واقع اصولا کار کردنه با این فضا. حالا هندل کردن من نمیدونم چی مثلا فارسیشو بگیم، دست به دست نمیشه ولی دست به آچار اونایی که تو این فضا کار میکنن اونجا وقت از ابتدا تا انتها میاد میگه که هر کدوم از این مواد در چه شرایطی باید نگهداری بشه، چجوری باید محافظت بشه، چجوری باید بسته‌بندی بشه، چقدر فاصلهش با زمین باشه، چجوری توی فریزر یا توی یخچال بره. موقعی که شما اینو میگیرین باید چه دمایی داشته باشه، مطمئن بشین که سلامت مونده. اگر احیانا در معرض هوای دمای محیط حداکثر چه میزان چه زمانی میتونه در معرض هوا باشه، اگر که گرمه از چه دمایی به بالا باید نگهداری بشه. اونا همه در واقع استانداردهای خودشو داره و بعد به اصطلاح این حفظ بشه. همه ساله هم به صورت خیلی بدون برنامه و به اصطلاح تصادفی میان و بازرسی میکنن. میان دمای یخچال رو چک میکنن، دمای فریزر رو چک میکنن، میبینن که شما کیسه های مواد آردی و اینا رو زمین نذاشته باشین، حتما فاصله مورد نیاز با زمین رو داشته باشه که احیانا از حشرات و از به اصطلاح جانورهای موذیان در امان باشه. جایی که غذا هست شما همیشه باید مطمئن باشین که مواد غذایی محفوظه، درش بسته است، جونوری بهش نمیزنه، اونا که یخچال فریزر باید باشه حفظ بشه و اینکه نظافت اینجا باید به طور مستمر حفظ بشه، وگرنه شما نمیتونید از سلامت مواد غذایی مطمئن باشید. این یه کار پیوسته است. من توی آشپزخونه‌تون که بودم یه چیزی رو که دیدم این بودش که اصلا مواد از قبل آماده یخزده و اینا نبود، کاملا مواد تازه فرش، خودتون همون دست به آچارش بودید. درسته. بله. اینا رو از یک جای خاص تامین میکنید یا چند تا تامین کننده دارید؟ خودتون میرید دنبالش؟ کسی هست؟ چجوری؟ یه مجموعه از همه ایناست که فرمودین. یعنی یه سری از مواد هستش که اینا حجم زیاد داره و قیمتای به اصطلاح بالایی نیست و وزن زیاد، حجم و وزن زیاد و قیمت پایین. خب اینا طبیعتاً منطق نداره که شما تدارکش رو خودتون انجام بدید. ساپلایرها میارن و خودشون میارن توی محل مورد نظرش انبار میکنن و میرن. این به صورت هفتگی داره انجام میشه، اوردراش گذاشته میشه. یه سری هست که قیمتاش بالاتره و حجم و وزنش کوچیک‌تره، کمتره و به اصطلاح تواتر خریدش هم پایین‌تره. اینا رو خودمون تدارک می‌بینیم، چند تا ساپلایر هستن در سطح شهر، این واسهشون خرید می‌کنیم میاریم. سعیمون بر اینه که واقعا این جزء دستورالعملامونه که تا موقعی که چیزی لازم نداشته باشیم به خودی اسلایس نکنیم، در معرض هوا نذاریم، بذاریم اون وکیوم بسته‌بندیش باقی بمونه و بعد مطمئن باشیم که اینا روتیشن درستی داره، چرخشش درسته، چیزی یه موقع از قلم نمیفته، از چشم نمیمونه که احیانا مونده نشه و اون کیفیت از دست نده. یه ترکیبی از این که ساپلایر بیاره یا تحویل بده یا خودمون بریم بخریم، هر دوتاش هست که مجموعاً بتونه اقتصاد این کسب و کار رو حفظ بکنه. یعنی در حقیقت یک تسک دیگه هم هست، اونم تامین مواد اولیه است. همینطوره. اونم یه بخش. بعدم آماده سازی همون داستان هوا و باکتری و نهایتاً بیک، حالا فروش هم که جای خودش داره. به علاوه مجوزها و سرتیفیکیت‌ها و اینا. آره، اون سرتیفیکیت‌ها اصولاً یه چیزیست که بالاخره ما همیشه طبق دستورالعمل باید یک نفری رو که این سرتیفیکیت رو داره در بیکری داشته باشه. این دستورالعمل. یعنی اگر مأمور بهداشت بیاد و ببینه که مثلا 3 نفر دارن کار میکنن، هیچ کدومشون این سرتیفیکیت رو ندارن، میتونه به ما به اصطلاح تذکری بده که آقا چون شما پیش میاد زمانهایی که تو اینجا نیستی یا جان که همکار من که یک مست بیکر هستش، یه بیکر با 20-30 سال تجربه هستش، اون هم نباشه، طبیعتاً این معنی نداره. یکی باید باشه که در واقع این پروسه رو رفته باشه. حالا دور برگردیم سوال رو من یه کمی از دست دادم. گفتم مراحل این میشه که
تامین مواد اولیه، آماده سازی یا درست. پیش آماده سازی، درست. پخت و نهایتا فروش. دقیقا همطوره. دقیقا همطوره. نه استفاشه. یه سوالی تو حرفاتون، شما فرمودید که 2 سال این کار رو شروع کردید و قبلش تجربهشو نداشتید ولی الان خیلی بلدین. خب چه جوری بود؟ یاد گرفتین؟ دوره دیدید؟ این کار اصولاً یه کاری نیست که شما بتونین بگین که من یادش گرفتم. برای اینکه تجربه چیزیست که شما روزانه باید با موارد مختلف برخورد بکنید تا بدونید که حالا باید چیکار کنید. به این معنی که ما اگه هوا یه دفعه سرد بشه، اگه هوا یه دفعه گرم بشه، ما باید دستورالعمل هامون رو برای تهیه به اصطلاح یا آماده کردن سینیا و گذاشتنش توی پروفر برای اینکه فردا صبح آماده بشه، اینو باید تغییر بدیم. برای اینکه ما نمیخوایم نون اصطلاحاً اوورپروف بشه، یعنی مثل اینکه پفکی مثل کروسان در بیاد، یعنی یه حجم خیلی زیادی بگیره، شما دست بزنین پوک بشه بریزه پایین. این نونی نیست که شما علاقه دارین. بر همین باید به یه سایز مشخص برسه. اگر بیشتر از این در معرض حرارت و رطوبت قرار بگیره توی پروفه، این شروع میکنه حجم بسیار بالا گرفتن و اون ایراد براش پیدا میشه. اگر که زودتر شما درش بیارین، این خب متراکمه، به حجم نمیرسه، مشتری احساس میکنه نون کوچیکتری گرفته. وقتی هم که برش میده میبینه که بافتش بافت متراکمیه و اون چیزی که دوست دارید، یعنی دوست داره که این باکتریا توش ایجاد در واقع حباب بکنن، بافت اسفنجی بده. متوجه. برای همین هست که بیکرها دوست دارن اون رو برش بدن، نشون بدن که آقا این داخلشون بده. اینا چیزاییست که شما واقعا باید هی بهش برخورد کنی و هی باید تجربه کسب کنی تا بتونی پشت میز یاد نمیگیری. برای همین این که شما یک موضوعی رو اومدی 6 ماه تجربه کسب کردی به این معنی نیست که اینو بلدی. مثلا یه موقع داری کار میکنی، تلفن زنگ میزنه، میکسر روشن میشه، میکس آماده میشه، میخوای نون رو درست کنی، بعد ببینی که من به این خمیر مایع زدم یا نزدم. خب اوکی، سوال خوبیه، ولی الان میخوای چیکار کنی؟ جوابش چیه؟ اوکی، کسی هم که نیست، دوربین هم که نداری که نظارت کنی. خب حالا چیکار کنی؟ شما یه تیکه از این خمیر رو میکنی، یه ظرف آب گرم ولرم میذاری و این خمیر میندازی توی این خمیر، میره اون کف میمونه. بعد از 10-15 دقیقه اگر که خمیر مایع توش هست، اون شروع می‌کنه باکتریا فعال شدن و ایجاد حباب کردن و این میاد بالا. اگه اومد بالا یعنی شما استوبش زدی، اگه نیومد یعنی نزدی. خب این یه چیزیه که بالاخره شما باید برخورد بکنی و اینو دیده باشی تا اینکه بدونی که راه حلش اینه. اگر نه نمیتونی کارش کنی. با دوره و کورس و اینا به این تجربیات نمیرسی. و اینکه بالاخره شما میتونی رانندگی رو یاد بگیری، کتاب بخونی، ولی واقعا اینکه شما یه دفعه یه دونه توپ از بغل پیاده رو میفته جلو و شما توی کسری از ثانیه ترمز میکنی، این چیزی نیست که تو کتاب بتونی یاد بگیری. دقیقاً. اینقدر تجربه است که شما دیگه ذهن و دست و پا و همه چی در واقع یه جور داره فکر میکنه که آقا این لحظه باید چه تصمیم بگیری. حالا واقعا اینجا اتاق اورژانس نیستش که تصمیمات باید در کسری از ثانیه یا رانندگی نیست، ولی بالاخره باید شما تصمیم بگیری که آقا این نونو یا این خمیر رو چیکارش بکنی. بله یه موادی باید دوریز کنی، یه حجم زیادی خمیر همینطوره. جدای از این نکته که شما فرمودید که به اصطلاح پروداکشن و پروف و بیک و فروش، ما یه کار دیگه هم که میکنیم، ما مشتریانی داریم که ازمون خمیر فریز شده، خمیر یخ زده میخرن. اونها بیزنس هایی هستن که خودشون نمیخوان پروداکشن رو انجام بدن، پروداکشن رو ما انجام میدیم براشون. اونا این تیکه حلقه واسطه از آرد به خمیر رو دیگه ندارن. اطراف بیکری با فاصله های مثلا 1-2 ساعت از ما به سمت شمال یا به سمت جنوب هم بیکری هاشون هست. میان از ما خمیر فریز شده میخرن، انواع اقسام بانا، نونای ساندویچی یا
یا در واقع برد، نونای به اصطلاح لوف، یا به اصطلاح خمیر پیتزا که خیلی زیاد درست میکنه. آره من خواستم بپرسم چه بیزینسایی میان شما اینو میگیرن؟ حالا اینا یکیون مثلا یه کانوینس استوره که داخلش پیتزا فروشی هم داره. خمیر ما رو میگیرن، پهن میکنن و پیتزا رو میفروشن، یا نون اونجا بیک میکنن. در واقع اون تیکه چیدن توی تری ها، سینیا، پروف کردن، به حجم رسیدن و بیک کردن، این تیکش مثل کاریست که ما میکنیم. و همین مشتری که اونجا میره با مشتری که اینجا میاد، از نظر اینکه چه نونی داره میگیره، اون دیگه از نظرش فرق نمیکنه، چون یه نون داره میگیره، از یک بیس داره درست میشه. این مشتریان که چند دهه دارن با بیکری کار میکنن و همینطور پیوسته میان خرید میکنن. یکشون هر هفته میاد، یکشون هر 2 هفته‌ای، یکشون مثلا فرض کن میبینه که بیزنس اینجا چجوریه، تابستون شلوغه، محل به اصطلاح پر رفت آمده، بغل لیک، بیشتر اوردر میذاره، پیتزاش زودتر فروش میره، میاد بیشتر پیتزا از ما میگیره. عرض کنم که چند تا مشتری داریم که محصول تمام شده از ما میگیرن، یعنی نون بیک شده یا شیرینی بیک شده است. بعضیشون میان از ما میگیرن میبرن خودشون، بعضیشون ما بهشون دلیور میکنن، تحویلشون میدیم. اینا یعنی خودشون همه صاحبین یک کسب و کار دیگر؟ بله اینا صاحبین کسب و کارن، ولی نکتهش اینه که مثلا هتلی که از ما داره الان نون و شیرینی میگیره، خب این کسب و کارش بیزنس هتله و رستورانش پر مشغله ترین کاریست که اون تیم به اصطلاح که ما باشون سر و کار داریم باید انجام بدیم. برای همین بخش نون رو دیگه عملا جدا کردن، نون و شیرینی از خودشون جدا کردن. اونا تمرکز داشتن رو غذا، سعی میکنن که به اصطلاح یک منوی که در حال گردش هستش، هر 8 روز تا 10 روز یه بار میگرده و در فصول مختلف هم باز این منو کلا عوض میشه. یک به اصطلاح یه روز میشه تایپ غذای خاورمیانه‌ای، یه روز میشه تیپ مکزیکی، یه روز میشه آره قسمت بیکری رو به نوعی برون سپاری کرد. آره. پس یعنی مشتری عمده اند یوزر ندارید، کسی که مثلا بیاد برای یه ایونتی چه میدونم یه حجمی از کیک یا شیرینی سفارش بده؟ اونم هست، ولی در واقع یک جریان مناسبتی اوکیژناله، یعنی باید به یه مناسبتی مثلا پیش بیاد، حالا یه ایونتی داشته باشن، یه گرد همایی داشته باشن، بیان از ما بگیرن. یه سری هستن که اصولا کارشون کار کیترینگ و برنامه ریزی ایونت ها رو دارن انجام میدن. اونا در واقع عملا به نوعی میشن یک ساپلایری برای اون کسی که خودش ایونت رو داره، واسطی که متوجه شدن. برای همین مثلا میان از ما نونای مختلف میگیرن و مثلا فینگر فود یا غذای دیگه درست میکنن و میرن برای اون ایونت ها کار میکنن. ولی یه سری هم هستن که نه، خودشون مثلا توی خونه یه گرد همایی دور همی جشن چیزی دارن، اونا میان از ما یه سری محصولات میگن، محصولات خیلی خیلی باحالی هم برای این کار داریم. مثلا فرض کنیم یه پارتی ویل درست میکنیم، در واقع میشه چرخ مثلا مهمانی، پارتی ویل، ویلش که چرخه، پارتی هم که مهمونی. حدود مثلا 36 تا 40 تا نون کوچیک رو به هم دیگه میچسبونیم، در واقع کنار هم قرار میدیم، اینا کنار هم دیگه پروف میشه با تاپینگ های مختلف، یعنی هر یه دونش یه تاپینگ داره مختلف، یه شکل و رنگی، مثل یه گل میشه، مثل یه گل آفتابگردان. بعد وقتی کنار هم بیک میشه یه تیکه دیگه. میچسبن به هم. دقیقاً. شما مثلا میخوای سالادولویه یا هر دیپ دیگه درست کنی، بعد اینو بکنی از اونجا. خیلی شیکه. یا شما میتونید ظرف دیپو به ما بدین، ظرفی که توی اوون میره. بعد با هم اینو میچینیم دورش، با هم میره تو اوون. این اصلا میچسبه به این، میاد بالا. خیلی شکیله، برای اون میز درست شده و بعد اینکه هیچ گونه اتلافی هم نداره. یعنی مثلا این نیست که فوندانت شما فوندانتو بریز دور که کیکشو بخوریم. نه، این نونه. نونای ما هم چون هیچ کدومش نگهدارنده و افزودنی نداره، شما هر چی اضافه میاد فریز میکنی، بعد توست میکنی یا تو اوون میذاری میکنی. برای همین هم بسیار شکیله
بسیار در واقع طراحی شده فقط برای شما، زیبایی بصری خیلی زیبایی جالبی بصری داره و هیچ هم اتلاف نداره. دقیقاً. چه مثلا جالبه. ما نونو میفروشیم دونه بانای کوچیکو میفروشیم دونه 60 سنت، مثلا اون که تو این ترکیب قرار میگیره مثلا میشه دونه 80 سنت. یعنی عملاً شما دارین پول نونتون رو میپردازید. دقیقاً. چقدر جالب. از چالش‌ها گفتیم، لذت‌های کار رو بگی. این کار بیک انرژی مثبت خیلی خیلی زیادی داره. یعنی کار خوشحالی‌های خمیر، مردم درگیرید دیگه. اصولاً کار خمیر انرژی خیلی مثبتیه. درسته. خب بعد اینکه مشتری میاد خوشحال راضیه. ما الان فکر میکنم توی این چند دهه‌ای که بیکری کار کرده یه ریت مثلا 4.8 گوگل داره، خیلی عالیه. از مجموعه مثلا 300 و فکر کنم 40-50 تا ریویو که شده. خب 4.8 نشون میده که توی این زمان طولانی نشون میده که این یک پایه مستحکمی گذاشته، کار خوبی انجام شده که به این نتیجه رسیده. برای همین آره اینا مثبت دیگه، اینا بازخورد مثبت مخاطب. آره. اونجا من عکس تورودو رو دیدم که اومده اینجا. اونو این در واقع مربوط به سال 2015 است، جزء اون در واقع گرد همایی‌های انتخاباتی ابتدایی بوده که ایشون می‌خواسته به اصطلاح برای نخست وزیری کاندید بشه. آره تو اون سالها اتفاق افتاده. یعنی هنوز نخست وزیر نشده؟ نه 2015 کمپین اوله. اینجا چون به حال افراد مختلفی از احزاب مختلف میان اینجا میشینن، دور همی دارن، یه موقع جلساتی که با مردم میخوان داشته باشن میان اینجا یه میزی رو میگیرن، بعد میگن که پول کافی مثلا هر کسی اومد مهمان ما پول کافی ما میدیم، یه شیرینی میذارن و شروع میکنن دیگه مثلا وقت میذارن برای مردم 2-3 ساعتی 4 ساعتی سوالات، مسائل، موضوعاتی که باید پیگیری کنن. برای همین یه موقعی مثلا احساس میکنن این جای مناسبی است برای این کار، دعوت میکنن و من تو این سوالی به ذهنم رسید. پس این امکان وجود داره که یه نفر مثلا برای ایونت بیاد بگه من یه بعد از ظهر اینجا ایونت برگزار کنم، مثلا تولد. چند بار این کارو کردیم. معمولا ساعتش و روزش رو با هم هماهنگ می‌کنی و اتفاق میفته. چند بارم تا حالا از مدارس اومدن اینجا برای آموزش مثلا درست کردن کوکی برای بچه‌ها. آره مثلا 10 تا 12 تا 16 تا بچه اومدن اینجا تو سر کله خودشون و تو سر کله ما زدن و کوکی درست کردن و بعدم بیک کردیم و بعد گفتیم که این وزنش باید اینقدر باشه، ترازو هم اونجا گذاشتیم، خودتون برین وزن کنین مطمئن بشین که درسته، ضخامتش باید اینجوری باشه که کوکی نسوزه یا خام نباشه. بعد دیگه ساعت رو بگیرین، زمان داشته باشین، میریم میذاریم بیک بشه، مطمئن بشین که نسوزه و بعدش آوردیم و خودش رو خوردن و تو کیسه گذاشتن و بردن. گردش علمی. آره این برنامه رو تا حالا فکر کنم 4 بار گذاشتیم. یکیش در واقع کارگاه درست کردن پیتزا بود، 3 تاش کوکی بود. خیلی براشون جذابیت داره. به مدارس دیگه هم گفتیم هر کدومتون علاقه داشتیم بیاین، چون اینو به عنوان یک مسئولیت اجتماعی تعریف کردیم. آره برای همین اصلا این موضوع بیزنسی نیست. یعنی بیکار مدارس که چقدر ما پول بدیم، ما پول لازم نیست بدیم. بچه‌ها اومدن و مثل اینکه بچه خودمون دوست داریم یکی بهش چیزی آموزش بده. این کاری است که همه باید برای هم دیگه بکنن توی یک اجتماع کوچیک، توی کامیونیتی. آره خیلی خیلی این کار قشنگیه و بعد دیگه واقعا لذت میبرن. بله من الان هیجان دارم مثلا این کارو بکنم، چه برسه به بچه‌ها. خیلی هیجان انگیزه، خیلی انرژی مثبتیه. بعد اینکه آره وسطاش یه سوالایی ازت میکنن مثلا که تا حالا مثلا از مشتری عادی مثلا نشدی، یه چیزی مثلا آقا اینو چارش، آقا اونو چارش کن. بچهای مقطع مثلا دبستان ما اصلا مقطع نذاشتیم، یه سریش هستن که واقعا مثلا به میز قدشون نمیرسه. خب اونجا مثلا 1-2 تا مربی بیشتر میان باشون. یه سری بچهای بودن مال یکی از مدارسی بود که اینا بچهای بسیار اوتیستیک بودن، اومدن اینجا. خب خیلی لذت بردن. یعنی یکشون
یه کارت تبریکی درست کرده بود، 2 تا عکس خواهر برادر بودن، عکس گذاشته بودن، کلی تشکر. اصلا اینا خیلی انرژی قابل مثبت بیان نیست که و اینکه ما چقدر باید کار کنیم و چقدر باید این کار رو جدی بریم دنبالش. آقا بیاین ببینین، میدونی این تجربه نیست که شما خارج بیکری بتونین راحت داشته باشید. دقیقاً هر جایی به دست آره، خونه شما میتونه به بچه یاد بدی کوکی درست کنه، ولی اینکه کار گروهی باشه، بعد احساس کنه که با یک بدنه حرفه‌ای داره این کار انجام میده. مثلا من با مامانم کیک درست کردم، اون یه کاره، ولی این یه کار متفاوته. دقیقاً خیلی تجربه جنسش جالبی فهم. میشه برای بچه. خیلی آره. جالبه. از دکورش بگید. خیلی دکورش باحال و قشنگ و چوبیه. من خودم خیلی دکور چوبی دوست دارم. دکورش چجوریه؟ چه سبکیه؟ این فضای در واقع کافه بیکریای اروپایی دیگه. یعنی خیلی از مشتری‌ها میگن که ببین ما دوست داریم که جای مدرن بنزی کافی هست، شما میتونی بری جای مدرن راحت پیدا کنی. مشتری داریم مثلا سرچ کرده بود از داونتاون اومده بود با موتورسیکلت، من گفتم خیلی راه تو اومدی. گفت من خیلی راه اومدم ولی دنبال این وایب بودم. بعد نگاه کردم دیدم ریویو هم خوبه، ریتینگ هم خوبه، اومدم. چه جالب. آره، بعد من رفتم گشتم چه جاهای باحالی از اون ریویوهای اون میشه آدم یاد بگیره که یه جوری تبادل فکر دیگه. این خیلی با ارزشه ها که اینقدر مشتری از راه دور بیاد. جدی میگم برای یک کسب و کار، به خصوص که حالت زنجیره‌ای هم نیستین، لوکاله، خیلی خیلی مثبته. خیلی همینطوره. پشتش سالها کار و دهان به دهان تبلیغ شدنه. این فضای چوبیش خیلی گرم و کوزیش کرده واقعا. همینطوره. بله، کاملا وایب اروپایی رو میده. همینطوره. بله، و حالا سوای شیرینیاش. یه سوال دیگه، تو برنامه‌تون هست یا بوده شیرینی‌های سبک ایرانی؟ ما تقریبا در واقع سعیمون این بوده که این ذات این کسب و کار و یا در واقع طبیعتش رو که یک بیکری اروپایی و آلمانی لهستانی رو حفظ بکنیم. برای همین سعی کردیم که کارایی بکنیم که خیلی در واقع با این در تضاد و در تناقض نباشه. لذا چیزایی که با این هم سنخه، بله، ما یه سری از محصولاتی که اخیراً خدمتتون عرض کردم شروع کردیم، مثل کیک‌های مثلا کشمش و گردو یا کیک‌های شکلاتی و شکلات گردو. خب اینو قبلا نداشتیم. درست کردن اینم چیزی رو به هم نمیزنه، اون فرم کلی رو. ولی خب خیلی هم استقبال شد، دیدیم چقدر خوبه، ادامه دادیم. یه چیزی هم شما درست میکنی یه موقعی به ذهنت میرسه، مثلا مشتری میاد میگه شما کروسان بادام دارین؟ میگیم ندارین. من خدا بود میرفت میگفت که شما میخ دارین به اون داروخانه. آخر میخ آورد. بعد گفت چقدر میخ دارین. حالا اینو همین شد، ما بادامو درست راه انداختیم، درست کردیم و اسفناج. یعنی که یک توی دانشای چیزی داشته باشیم که یه مقداری به اصطلاح نمکی باشه، شورینی باشه. اسفناج جا افتاد و رفت، بادام نه، کار نکرد، مخاطب نداشت. حالا اینم یه سرمایه گذاریه مثلا عجیبه که من مثلا رفتم اینقدر مواد و نه، اینجا کارا تست کردنش میری میگیری میکس میکنی درست میکنی، مثلا $10 $15 $20 درست میکنی، کسی نمیخوره خودت میخوری. قشنگیش همینه دیگه. آره قشنگیش همینه. آره، یعنی چیزی اتلاف نمیشه. بعد میبینی که یک به اصطلاح کانسپتی، یک محصول جدیدی کار میکنه، یه محصولی کار نمیکنه. خوب اون که کار میکنه ادامه میدیم. خیلی طبیعیه این. من یه آدمی هم که میخوام مثلا یه سبک بیزینسی مثل شما رو راه بندازم، 0 کیلومتر، هیچ آیدیایی، هیچ ایده‌ای ندارم، چه نصیحتی به من شما دارید؟ عرض کنم که من به کسایی که یه همچین سوالی، چون این اولین بار نیست که من با این سوال مواجه شدم، این نیست که شما حتما یک دوستی یا یه آشنایی یا یه بیزنسی که احساس میکنی همون نیست که تو ذهنته پیدا کن و برو 1 ماه اونجا
و همونقدر که اونا وقت میذارن همونقدر که اونا انرژی میذارن تو هم انرژی بذار، وقت بذار تا بفهمی که داری در مورد چی صحبت میکنی، ابعاد و اندازه اون کار دستت بیاد. بعد ببین این با اون الگوی ذهنی که داشتی مطابقت داره یا نه. اگر داره انجامش بده، اگر نداره اصلاح کن الگوتو، ببین این همونی هست که میخوای، اون نیست، آیا میتونی انجامش بدی یا نه. چون جلو و پشت بیزینس دو تا داستان مختلفه. دقیقاً. این برای اینکه کاملا اینو بفهمن. این به نظر من بهترین توصیه که میشه کرد، نه تنها برای این کار، برای هر کار دیگه، که شما مطمئن بشید که اون الگوی ذهنیتون الگویی است که با واقعیت تطابق داره. تطابق نداشته باشه شما احساس میکنید که متضرر شدید. من اینی که فکر میکردم نبود. این یه نکته‌ایه که من از تقریبا تمام صاحبین کسب و کار میشنوم که آقا به نوعی کارآموزی، خاکخوری از اول تا آخر ها. اینو حتما آدم باید تجربه کنه، نه اون تایم گلش بیای و مثلا تو تایم فروش و بعدم بری. اون صبح پا شدنش، اون آماده کردنش، اینا رو همه رو باید باشی تا بهش برسه. این کار شما هم هستش. من نکته در مورد نونا میخواستم بگم. ما نونامون یه تعداد قابل توجهش خمیر ترش داره. این چیزیه که خب خیلی برای سیستم هاضمه خوبه، مثبت استفاده از اینا. تقریبا 10 تا نون خمیر ترش داریم. نون مالتی گرینمون 7 تا غله مختلف داره توش، بیسش خمیر ترشه. نون گردومون باز همینطور مالتی گرین و خمیر ترش داره و تمام نونای رایمون، آرد چاودارمون، اینا هم بیسش خمیر ترشه. یه نونی هم داریم که بهش میگیم نون خمیر ترش اصولا، که این در واقع نون سفیده و خمیر ترشه. یه کمی مزه اون نون بلکیای ایرانو میده که باش ساندویچ درست میکردن. فرق خمیر ترش با خمیر معمولی چیه؟ این اون لحظه تهیه‌شه، اون مایه خمیرشه، اون نوع مخمرشه. عرض میکنم خدمتتون. ببینید خمیر ترش در واقع یک مخلوطی است از آرد و آب و باکتری. در واقع شما آرد و آب رو مخلوط میکنین، میذارین بمونه یه روز، بعد دوباره بهش آرد و آب اضافه میکنین، میذارین بمونه، آرد و آب اضافه میکنین. همین مسیر رو میرین، هی از در واقع هی بهش اضافه میکنین، هی سرریزش رو کم میکنین، هی اضافه میکنین. یعنی مثلا با 1 کیلو شروع میکنین، فردا نیم کیلوشو میذارین کنار، دوباره بهش آرد و آب مقدار نیم کیلو میزنید، پس فردا همینطور تا نهایتا مثلا برسید به همون میزان 1 کیلوی مورد نظر. خب از آرد و آبی که در طول 1 هفته در معرض هوا در یه ظرفی نگهداری شده. باکتریای موجود در محیط، در هوا، خودشون باعث میشن که این تخمیر صورت بگیره. درسته. این نتیجه این اتفاق میشه خمیر ترش ساوردو، که این در واقع به عنوان یک خمیر مایع ازش استفاده میشه. این تازه شد خمیر مایع. آها، متوجه شدم. این میشه خمیر مایع. حالا شما به میزان مورد نیاز، حالا بسته اینکه چه نونی میخواین درست بکنید، به میزان مورد نیازی که توی دستورالعمل تهیه اون نون هست بهش خمیر ترش اضافه میکنید. این میتونه از هر آردی درست بشه. ما خمیر ترشمون رو از آرد چاودار درست میکنیم. یعنی خود خمیر ترش ما رایه. برای همین نون سفیدی هم که ما درست میکنیم باز در واقع یه رای کانتنت، یه آرد چاودار توش داره. بعد این توی یخچال نگهداری میشه. یه چیزی مثل یه مقداری رنگ قهوه‌ای توی یخچال نگهداری میشه و بعد هر موقع که ما میخوایم از این استفاده بکنیم میاریم میذاریمش تو دمای محیط، دوباره شروع میکنیم مقداری به اصطلاح فعال شدن، حجم میگیره. هر وقت هم میرسه به حداقل مثلا 600 گرم میدونیم که دوباره باید فیت کنیم، آرد و آب بذاریم و اون خمیر ترش موجود
همه اینو دوره تبدیل میکنیم خمیر. یه جوری مثل ماست زدن. آها دقیقاً همون دقیقاً کانسپت. تو ذهنم همین. شما از ماست به ماست میرسین با اضافه کردن شیر و اینا و دما و چیز. باکتری دیگه اونجا به صورت متمرکز وجود داره دیگه. ما تقریبا هر هفته باید 4-5 بار خمیر ترش درست کنیم به خاطر مصرف خمیر ترشی که داریم. یه سطلی داریم که این همیشه توش هست، حجمش کم میشه میدونیم که باید درست کنیم. از یه حدی هم پایین‌تر دیگه ریسکه، ممکنه دیگه اون اگر برسیم به عدد خیلی کمی ممکنه اون میزان خمیر ترش نتونه ایجاد خمیر ترش بکنه، یعنی مایع کم بشه. برای همین زیر اون مقدار نمیریم. اگه احیانا اشتباه هم بکنی حالا دیگه نمیشه یه دفعه مثلا با یه حجم زیاد شروع کنیم، میایم میزان آرد و آب رو کم بش میدیم تبدیل کنه، بعد دوره با این بریم بیسه یه پله بزنیم. آره. دور ریزتون به چه صورته؟ بالاخره هستش که بمونه اصطلاحاً لفت اوور چجوریه؟ ما اینجا یه سری نونایی داریم که اینا ممکنه که روزی ازش گذشته باشه، به قول معروف دی اولد باشه. یه لیبلی داریم میزنیم کنارش، یه لیبل قرمز رنگه برچسبه که میزنه که این نصف قیمته. مشتریان میدونن که این نصف قیمت، استقبال هم میکنن چون میدونم یه روزی چه اتفاقی نمیفته برای نون. اگر فروش نره، دی اولدمون اگه فروش نره، ما هر هفته یکی از کلیساها هستن که نزدیکمونه، 2 تا از خواهرای روحانی میان و نونها رو میبرن برای مصرف خیریه استفاده میکنن. برای همین واقعا دورریزی نداره. این میشه برای نونای اصطلاح غیر سفید و غیر شیرین. سفید و شیرین رو ما خودمون در تولید نون مصرف میکنیم به صورت مثل آرد سوخاری یا آرد. اینا رو به اصطلاح توی میکسر خرد میکنیم و به عنوان فیلر در واقع توی یه سری از رسیپیامون مصرف میشه. برای همین شیرینا و سفیدا میره کنار، اونی که بمونه از رای، نونای مالتی گرین، نونای چاودار یا نونای دیگه مثل نون پیاز، مثل نون سیب زمینی، مثل نون پنیر، نون پنیر و پیاز، اینا دیگه نمیشه شما هیچ مصرفی توی نونای موجود داشته باشی، اونا دیگه میره برای مصرف خیلی. یعنی یک کانسپتی مثل ایران که نون خشک بود و می اومدن جمع میکردن وجود نداره؟ نه اینجوری وجود نداره. حالا شاید هم در واقع اگه بخوایم بگیم خب اینم همین میشه که یک سازمانی میاد این نونا رو میگیره میره به مصرف خیلی میرسونه. اونجا مصرفش میشه مثلا برای دامداری و برای چیزای دیگه، ولی اینا چون نونایی که کیفیت داره نه میره مصرف غذایی میشه. مصرف غذایی میشه. به عنوان سوال آخر، پرفروشتون چیه؟ پرفروشترین نونمون نون مالتی گرینه، نون 7 غله است. نون بسیار خوشمزه‌ایه، بسیار هم مقویه، برای همین مردم خیلی دوست دارن بخرن. این توی نونای بسیار توی لوفاست. توی نونای ساندویجیمون پانینی هستش که نون سفیده و شکل بیزی شکله. کالابرزه هست که نون باز ساندویجیه ولی و بیزی شکله ولی ساوردو بیسته، یعنی یه نونیست که از آرد ذرت، آرد سمولینا آرد از گندم درومه که باهاش پاستا درست میشه. پس شد آرد ذرت، آرد سمولینا، آرد هول ویت و خمیر ترش. یه ملغمه از همه ایناست. طعمش برای اونایی که تو ایران نون خوردن و نونای ایران میشناسن مثل نون بلکی میمونه. کمی طعم اونجوری داره. این دوتا توی نون ساندویچ ها، اینا جزو نونای پرفروشمون. گفتم سوال آخر، این سوال آخر اینو من خودم دارم میپرسم، این گلوتن فری چیه؟ اینو من واقعا نمیدونم، میپرسم دانشم زیاد شه. ببینید بعضی از افراد هستن که در واقع از زنجیره‌های غذایی موجود در آرد محدودیت دارن برای هاضمه‌شون و گلوتن باید از اون حذف شده باشه. برای همین در واقع اونا نمیتونن نونایی بخورن که توش گلوتن داره.
حساسیت به این به حدیه که حتی ما در یک فسیلیتی مثل اینجا که فسیلیتی کوچیکی هم نیست به نسبت، اگر بخوایم نونای گلوتن فری درست بکنیم باید تمام امکاناتی رو که باش نونای عادی رو درست میکنه همه اینا باید شستشو بشه، آماده بشه برای اینکه به اصطلاح آردای گلوتن فری بزنیم و نون رو درست بکنیم و این رو بیکش بکنیم، مطمئن بشیم که دیگه این هیچ گونه تماسی نداره و اینو بذاریم برای کسایی که نون گلوتن فری میخوان. برای همین اساساً برای این فسیلیتی اصلا امکان نداره. اونایی که فسیلیتی بزرگتر دارن میان یه جایی رو برای این در نظر میگیرن، یه خط تولید مستقل بدیم. ولی باز واقعاً تقاضا، یعنی در کسب و کاری هم میخوایم نگاه کنیم، تقاضا برای این خیلی تقاضایی نیست که بشه براش واقعاً یه سرمایه‌گذاری بزرگ کرد. آره این کار میشه. ما چیزی که یه اصطلاحی که اینجا ازش زیاد استفاده میکنیم اصطلاح همین تداخل مواد مختلفه، کانتامینیشنه. کانتامینیشن یه چیزیست که در اینجا زیاد اتفاق میفته. مشتریایی که خیلی 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 آلرژی بالایی دارن از ما سوال میکنن شما گردو مثلا تو این نونتون گردو نداریم. ببین ما تو این نون گردو نداریم ولی ما گردو تو فسیلیتیمون داریم. اگه شما حساسیتتون نسبت به گردو در حد بسیار بسیار جدیه بدونید که ما اینجا گردویی داریم. برای همین ممکنه که شما مثلا فرض کنید که اون سینی که استفاده میکنید قبلش روش نون گردو پخته باشین بعد نون عادی روش میذارید، چون این کاغذایی است که میمونه استفاده میشه برای نون، شما میذارید دوباره نون دیگه روش میپزید. یا مثلا فرض کن ظروفی که استفاده میکنی، یا مثلا فرض کنین از این گیره هایی که استفاده میکنی، شما نمیتونی اینو برای گردو که زدی بعد بری بشوری بعد بیاری بزنی مثلا به نون دیگه. برای همین اگر این بسیار جدی باشه ما میگیم که کراس کانتامینیشنی که از اطراف ممکنه بیاد به هر حال ممکنه وجود داشته باشه. بسیار عالی. دارای عزیز خیلی گفتگوی خوبی بود. سلامت. بار علمیش هم خیلی زیاد بود. واقعا من نکات جالبی یاد گرفتم. مرسی از وقتی که گذاشتین. مرسی که قبول کردی با ما صحبت کنی. خیلی مکالمه لذت بخشی بود. جا خیلی باحاله. من خیلی توصیه میکنم به مخاطبا بیان. خیلی توزیع کیفیت واقعا درجه یک به خاطر مواد اولیه درجه یک. خلاصه که مرسی. دم شما گرم. خیلی ممنون. سلامت باشید. قربون شما. خدا حافظ.